الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان با شما هستیم با مبحث صبر. در قسمت گذشته اگر به خاطر داشته باشید راجع به دو نوع از اقسام سگانه صبر صحبت کردیم: صبر بر عبادت، صبر بر معصیت. و امروز قصد داریم تا راجع به و در این برنامه قصد داریم تا راجع به سومین نوع صبر، صبر بر مقدور، صبر بر مصیبت، صبر بر ابتلاعاتی که الله تعالی برای ما قرار داده صحبت بکنیم. الله تعالی در آیه 155 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ من الخوف والجوع. یقینا شما رو خواهیم آزمود با چیزی از ترس، با ترس و گرسنگی، خشکسالی، قحطی و نقص من الاموال والانفس، و مشکلاتی که در مالهای شما به وجود میاد، کم شدن مالها، مشکلاتی که در جانهای شما به وجود میاد، مریضی ها، فوت عزیزان و ثمرات، و همچنین در نقصی که در محصولات باغهای شما، در محصولات کشاورزی شما، در ثمره کار شما، ثمره زندگی شما، حتی فرزندان شما به وجود میاد. با این وسیله ها ما شما رو آزمایش میکنیم. یقینا این کار رو خواهیم کرد. در این میان و بشر الصابرین، بشارت بده به اون کسانی که صبر میکنن، صبر پیشه میکنن بر تمام اون چیزهایی که گذشت. در مقابل آزمایش های خداوندی، در مقابل ابتلاعات خداوندی صبر پیشه میکنند. بسیاری فکر میکنن هر مشکل و مصیبتی که به ما میرسه عذاب خداست و بر این باورن که خشم خدا شامل حال فلانی شده، آدم خوبی نبود، بنده گناهکاریه، حتما این همه مصیبت سراغش میاد، این همه مشکلات داره. این گونه نیست که هر اتفاق بدی که برای ما میفته یا هر آزمایش سختی که میشیم به تعبیر بهتر عذاب خداوندی باشه. نه، آزمایشات خداوندی، اتفاقاتی که برای ما میفته، اون چیزی که الله تعالی در تقدیرش برای ما رقم زده با حکمتش و با عدلش، میتونیم اونها رو به 3 دسته تقسیم بکنیم. اول، اتفاقات ناخوشایندی که برای ما میفته بعضی هاش به خاطر آزمایش ماست، همون ابتلا. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. مبارک است اون ذاتی که پادشاهی آسمان به دست اوست و زمین و بر هر چیزی قادره و تواناست. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اون کسی که آسمان ها و زمین رو آفریده تا شما رو آزمایش بکنه. ایکم احسن عملا. و در این آزمایش ببینه که شما کدومتون بهتر عمل میکنید، کدومتون جواب بهتری به این امتحان میدید. دنیا محل امتحانه و طبیعتا انسان وقتی سر جلسه امتحانی حاضر میشه نباید انتظار داشته باشه که اونجا
هیچ سختی بهش نرسه. دنیا محل امتحان ماست. در سوره مبارکه عنکبوت الله تعالی از همون ابتدا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا انسان ها فکر کردن همین که بگن ما ایمان آوردیم تمام همین چی تمام شد، اسلام تکمیل شد؟ و هم لا یفتنون، به آزمایش نمیشن، اینها در معرض امتحان قرار نمیگیرن. ولقد فتن الذین من قبلهم، امتهای قبل از شما آزمایش شدن، مورد امتحان قرار گرفتن. چرا؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا، تا اینکه خداوند راستگویان رو، تا اینکه خداوند راستان رو تشخیص بده. ولیعلمن الکاذبین، و خداوند دروغگویان رو معرفی بکنه. نزد خدا همه چی مشخصه، تا اینکه اونها رو به خودشون ثابت بکنه. تا این کسانی که در اعتقاد راست بودن، کسانی که در گفتار راست بودن، کسانی که در عمل راست بودن مشخص بشن با کسانی که دروغ میگن، کسانی که منافق صفتن، ادعا میکنن ولی در عمل این گونه نیستن. این آزمایش به خاطر اینکه ایمان ها ثابت بشه، صداقت ها ثابت بشه. و الله تعالی بعد از شکست مسلمین در احد در آیه 140 و 41 و 42 سوره مبارکه آل عمران فرمود ای یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگر به شما زخمی رسید، اگر به شما مصیبتی رسید، به دشمنان شما در بدر سال قبلش این همین مصیبت رسیده بود. 70 نفر از مسلمین در احد به شهادت رسیدن و 70 نفر از مشرکین در بدر کشته شده بود. و تلک الایام نداولها بین الناس، ما این روزگار رو بین مردم جابجا میکنیم، روز این طرف روز اون طرف. چرا؟ ولیعلم الله الذین آمنوا، تا الله کسانی رو که ایمان آوردن بشناسه، تا اینکه ثابت بکنه مؤمنین واقعی کیا هستن. و یتخذ منکم شهدا، تا عده‌ای از شما رو به درجه و مقام رفیع شهادت برسونه. الله لا يحب الظالمین، الله ظالمین رو دوست نداره. ولی یمحص الله الذین آمنوا، تا اینکه مؤمنین رو خداوند پاک بکنه، خالص بکنه در این کارزار، در این سختی ها، در این مشکلات خالص بشن، پاک بشن، پخته بشن. داخل این کوره که قرار میگیرن پخته بشن، محکم بشن. و یمحق الکافرین، و نابود بکنه خداوند، از بین ببره کافرین رو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا فکر میکنید شما همینجوری با یک ادعا وارد بهشت شدید در حالی که خداوند هنوز صابرین شما رو نشناخته و کسانی رو که تلاش میکنن، جهد میکنن، جهاد میکنن در راه خدا، اونها رو نشناخته؟ به این معنی که به شما هنوز ثابت نکرده که صابرین شما کیا هستن و مجاهدین واقعی شما کسانی که تلاش میکنن در راه اعلاء کلمه الله، بالا بردن نام دین. و شبیه این آیه رو باز دوباره الله تعالی در سوره مبارکه بقره آیه 214 میفرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا فکر میکنید بهشت میرید در حالی که به شما نرسیده اون چیزی که با امتهای قبل از شما رسیده بود. ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اونها مشکلات جانی، مشکلات مالی رسید، پریشان شدن، آشفته شدن. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله، حتی پیغمبری که با اونها بود و دور بریاش هم گفتن یاری الله کی میرسه؟ الا ان نصر الله قریب. آگاه باشید که یاری الله و نصر الله نزدیک است. برخی از مشکلات و مصائب به خاطر این که الله تعالی ثابت بکنه مؤمنین راستین رو از دروغگویان، از منافقین، تمرین ایمانه، امتحان ایمانه. ما باید ثابت بکنیم در این مشکلات و سختی ها ایمان خودمان رو. این یک بخش. بخش دوم به خاطر گناهان ماست.
و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. در سوره مبارکه شورا آیه 30 الله تعالی این آیه را می‌فرماید. اون چیزی که از مصیبت ها به شما میرسه دست کرده خود شماست. کاری که خودتون کردید. بسیاری از مشکلاتی که ما میرسه خودمون سبب میشیم اون رو انجام میدیم. خودمون با دست خودمون رو میندازیم تو چاه. خودمون اون رو به جون میخریم. خودمون سبب میشیم. خودمون دست درازی میکنیم به جایی که نباید دست دراز بکنیم. خودمون تحریک میکنیم دور بریای خودمون رو. اینها به ما میرسه. و برخی دیگر از اینها مشکلاتی که ما میرسه به خاطر خود ماست. جای دیگه گناه کردیم، جای دیگه کوتاهی کردیم، اینجا داریم تقاص پس میدیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پاک بشیم، به خاطر اینکه گناهان ما بخشیده بشه. اون مصیبت هایی که به شما میرسه به ما کسبت ایدیکم، به خاطر گناهانی که شما مرتکب شدید و خدا بسیار از گناهان شما را هم و یعفو عن کثیر بسیاری هم بخشیده، به حساب نمیاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا به روایتی که مسلم و بخاری از ابو هریره رضی الله عنه نقل کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا وكفر الله بها خطاياه. به انسان مسلمان هیچ گرسنگی، هیچ تشنگی، هیچ غمی، هیچ اندوهی، هیچ حزنی، هیچ مصیبتی، هیچ گرفتاری، هیچ آزار و اذیتی نمیرسه بلو که یک خاری به پاش فرو بره. حتی خاری به پاش فرو نمیره و این مشکلات بهش نمیرسه مگر اینکه الله تعالی اینها رو سبب و وسیله قرار میده که گناهان اون شخص بخشیده بشه. الله تعالی دوست نداره که بنده با بار گناه خودش به صحرای محشر پا بگذاره. بنده مسلمانش، بنده مؤمنش، کفار رو که خدا به حال خودشون رها کرده، اونا که هیچ. انسان مسلمان الله تعالی دوست نداره که با بار گناه به صحرای محشر قدم بگذاره. از طرفی خود انسان مسلمان هم، خود این مؤمن هم اونقدر عبادت انجام نمیده که گناهانش بخشیده بشه، که ان الحسنات یذهبن السیئات. گناهان به وسیله نیکی ها از بین میرن، نیکی ها گناهان رو از بین میبرن. بخاطر همین الله تعالی این رو مشکلات رو در سر راهش قرار میده و این مشکلات باعث بخشش گناهان اون شخص میشه. هر مصیبتی که به انسان میرسه، هر سختی که به انسان میرسه، هر گرسنگی و تشنگی که به انسان میرسه، هر مشقتی که به انسان میرسه، هر دردی که به انسان میرسه، هر پریشانی که میرسه، نگرانی که وارد میشه، این همه به خاطر اینه که این انسان مسلمان گناهانش بخشیده بشه و پاک بشه و این انسان پاک به پیشگاه خداوند متعال بره. چرا همین مصیبت ها مال مسلمان هست؟ خیلی همچین سوالاتی میکنن. خیلی ها انسان رو میپرسن هرچی مصیبت، هرچی مشکله، هرچی بلاست مال مسلمان هست، هرچی جنگی مال مسلمان هست. کفار رو ببینید، مشرکین رو ببینید، چه کشورهای آبادی دارن، چه ناز و نعمتی دارن، چه لذتی در زندگی هاشون دارن، به همه چی دست یافتن. مشکلات مال مسلمان هست. برای پاسخ این سوال با ما باشید بعد از یک میان خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. چرا مشکلاتی که برای مسلمین هست برای غیر مسلمین نیست؟ الله تعالی در سوره مبارکه آل عمران آیه 178 می‌فرماید: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. کفار فکر نکنن که ما به اونها مهلت میدیم، ما اونها رو ول کردیم، رها کردیم و اونها به خاطر اینه که خیر اونها رو میخوایم. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. ما این مهلت رو به اونها دادیم تا اونها بر گناهان خودشون بیفزایند. اونها کسی که به الله تعالی اعتقاد نداره، عبادتی نداره، تمام کارهایی که انجام میده گناهه، مگر کارهای نیکی جز صدقات، بخشش هایی که میکنه، همکاری هایی که به هم نوعان خودش میکنه.
اونها هم در همین دنیا خداوند متعال مشکلی رو از اونها برطرف میکنه، مصیبتی رو از سر راه اونها قرار میده، اما در کل قیامت بار گناه خودشون رو کامل با خودشون دارن. لیزداد و اسما، تا گناهانشون روز به روز بیشتر بشه و اون دنیا بیشتر عذاب خواهند دید. اما انسان مسلمان مبتلا میشه. بسیار از اولیای خدا ابتلاعاتی که داشتن خیلی بیشتر از ابتلاعاتی که دیگران دارن. ابتلاعاتشون و هر کسی که ایمان قوی تری داشته باشه، آزمایشایی که در سر راهش قرار میگیره بیشتره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سوال صحابی که پرسید یا رسول الله چه کسانی در دنیا بیشتر مورد ابتلا قرار میگیرند؟ فرمود انبیا، بعد از اون ثم الامثل فالامثل، بعد از اون بهترین ها و بهترین ها. یبتلا الرجل علی حسب دینه، هر کسی بر اساس اون دین و اعتقاد و ایمانی که داره مورد آزمایش قرار میگیره، مبتلا میشه به مصیبت ها و مشکلات. فإن کان دینه صلبا، اگر دینش محکم باشه، اگر دین ماشاءالله پابرجایی داشته باشه، اشتد ابتلا، آزمایشاتش هم بیشتر میشه. اما اگر در دینش ضعفی وجود داشته باشه، آزمایش هایی هم که در سر راه اون قرار میگیره بر اندازه همون ایمانشه. در دنیا هم میگونه است. هر جایی که شاگردی درس خودش رو بیشتر بلده و تخصص بیشتری داره تو اون رشته‌ای که هست، اون رو بیشتر میفرستن برای امتحانات، برای المپیادها، خارج از کشور، این طرف اون طرف. اون شاگردی که در باشگاهی بهتر از بقیه ظاهر شده، اون رو بیشتر میفرستن برای مسابقات، این طرف اون طرف. این نه به خاطر اینکه دشمنی دارن با اون، نه به خاطر اینکه اینو دوست ندارن، نه به خاطر اینکه از این بدشون میاد، نه، چون روی این بیشتر حساب میکنن، چون اعتماد بیشتری به این دارن، چون میدونن این از بار این کاری که بهش گفته شده، از بار این عملی که به عهده اون قرار داده شده برمیاد. این وقتی بره جلو امید موفقیتش بیشتره، این دست پر برمیگرده. اون کسی که ضعیفه، اون کسی که مثلا مشخص شده دیگه امتحان خودشو پس داده که این به درد نمیخوره، کسی کاری نداره باش. انسان کافر که امتحان خودشو پس داده، اون همون اول خدای خودش رو قبول نداره، اون اول باید الله رو بپذیره، اعتقاد پیدا بکنه، ایمان داشته باشه به الله، تا بعد پرونده اعمال براش معنا پیدا بکنه. وگرنه در قیامت حساب کتابش مشخصه. اون که انسان مؤمنه که در قیامت امید بهش داره، انسان مؤمنه که روز قیامت نگران این که نکنه بار گناهانش بیشتر بشه. انسان کافر که مستقیم راهش به جهنمه. انسان مؤمنه که باید به فکر تزکیه خودش باشه، انسان مؤمنه که باید پاک بشه، روز به روز پاکتر بشه، هرچی به قبل نزدیکتر میشه پاکتر بشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر در دینش خفت باشه، این به همون اندازه مبتلا میشه. و این ابتلاعات انقدر ادامه داره تا این شخص راه میره بر روی زمین و هیچ گناه و خطایی در پرونده اعمالش نوشته نشده است. انقدر این آزمایشات ادامه پیدا میکنه تا این انسان پاک میشه. اگر ما مریض شدیم، این نعمتی از جانب الله است، به خاطر اینکه میخواد گناهان ما را ببخشه. اون عزیزانی که مریضن، در بستر بیماری افتادن، اون عزیزانی که دور بر ما هستن و پیش اونها میریم و اونها رو میبینیم، بعد به اونها بشارت بدیم. این وعده الله است، این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. این یک حرف باطل نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چیزی رو که از الله به ایشون وحی میشد به ما میرسون. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. هر روایت صحیحی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رسیده وحی بوده که از طریق رسول صلی الله علیه و سلم به ما رسیده. اون عزیزانی که مبتلا شدن، مگر حضرت ایوب علیه السلام پیغمبر بزرگ خداوند مبتلا نشد به بیماری ها؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم مبتلا نشده به سختی ها و مشکلات؟ اینها برای ما بسیار از ابتلاات، امتحان ایمانه،
و کفاره گناهان ماست. اما برای انبیا نه. برای انبیا رفع درجاته، چون اونها هیچ گناهی نداشتن که بخوان پاک بشن. به ایمانشون کسی شک نداره در ایمانشون. امتحان نمیخوان. اومدن تا مردم ایمان یاد بدن. برای انبیا رفع درجات، همونجوری که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکنند که من وقتی وارد شدم به رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار دچار تب و لرز و سردرد شدید بودن. گفتم یا رسول الله شما خیلی شدیداً مبتلایید. فرمود بله، من 2 برابر شما تب میکنم و دچار سردرد میشم. من گفتم یا رسول الله به خاطر اینه که برای شما 2 اجر نوشته میشه؟ حضرت فرمود بله، به خاطر اینکه اجر من بیشتر است نسبت به شما. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیثی که بخاری نقل میکنه فرمودن انسان مسلمان هیچ مشکلی بهش نمیرسه حتی خار و بیشتر از اون که به پاش فرو بره، مشکلی بیشتر از اینم حتی تا اینکه خداوند گناهان اون رو میبخشه، همون جوری که برگ‌های درخت میریزن ازش، گناهان این شخص هم میریزه. این باعث میشه که گناهان ما بخشیده میشه. ما با این آزمایشات اگر کسی دچار مشکل شده، اگر به کسی سختی میرسه، اگر روزی کسی غذای سر سفره‌اش اونقدر رنگین نیست، اگر کمی مشکلات پیدا میشه، اگر کسی سفر میره دیرتر برمیگرده، اگر کسی مریض میشه، اگر بچه تب میکنه، اگر بیماری گوشه بیمارستان داریم، همه اینها نعمت الله است. ولی که ما حکمتش رو هم ندونیم. صبر بر مصیبت، صبر بر قضا و قدر، یعنی اعتماد کامل، ایمان کامل و راسخ به حکیم بودن الله، به حکمت الله، به عدل الله. الله ما رو بیشتر از هر کسی دوست داره. هر چیزی که در راه ما قرار میده به خیر ماست، به صلاح ماست، ما نمیدونیم. در آیه 214 سوره مبارکه بقیه الله تعالی میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم. خداوند جنگ رو برای شما واجب کرده، جایی که نیاز دارید از خودتون دفاع بکنید، از مالتون، از جانتون، از ارزتون، از وطنتون، از اسلام. در حالی که برای شما ناپسنده کشته شدن، جنگ کردن، زخمی شدن، اسیر شدن. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسیارن چیزهایی که شما دوست ندارید به نفع شما. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. بسیار از چیزهایی که شما دوست دارید به ضرر شما. والله یعلم و انتم لا تعلمون. حکمت های اینها رو الله بهتر میدونه، ما نمیدونیم. بهتر میدونه الله تعالی که حکمت چی بوده از این کار. داستان حضرت موسی کلیم الله علیه السلام و حضرت خضر رو در سوره کهف حتما خوندید که تمرینی از صبر بود. حضرت موسی علیه السلام رو خداوند دستور داد که برای تعلیم به پیش خضر علیه السلام برای وقتی که اون رفت پیش اون گفت که به من اجازه بده که من همراه تو بشم، پس تو علم بیاموزم. حضرت خضر فرمود انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر کنی موسی جان. حضرت موسی فرمود که ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا، ان شاء الله صبر میکنم و عصیان نمیکنم از دستورات تو. حضرت خضر گفت هر چی رو که از من دیدی نپرسی تا من که خودم بهت بگم چرا این کارو کردم. رفتن جلوتر، گفت باشه. جلوتر رفتن، سوار کشتی شدن، کشتی رو زد شکست. حضرت موسی گفت چرا این کارو کردی؟ گفت مگه به تو نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ حضرت موسی گفت لا تأخذنی بما نسیت، خاطر کاری که فراموش کردم منو مؤاخذه نکن، به من سخت نگیر. این آیات رو میتونید در سوره مبارکه در آخرین صفحه جزء 15 قرآن کریم مطالعه بفرمایید و تلاوت بنمایید. حضرت موسی علیه السلام رفتن، حضرت خضر جوانی رو دید، نوجوانی رو گرفت، سر برید، کشت. دوباره حضرت موسی گفت چرا اینو کشتی؟ این انسان بیگناه رو برای چی کشتی شما؟ گفت به تو نگفتم نمیتونی با من صبر بکنی؟ گفت ان شاء الله اگر از این بعد سوالی کردم اون موقع هیچ دیگه. رفتن جلوتر، داخل روستایی وارد شدن، از اونها طلب غذا و آب کردن. به اونها کسی به این طلب اونها پاسخ مثبت نداد و اونها رو اخراج کردن. در حالی که خارج میشدن، اون لحظه آخری که میرفتن بیرون از دیواری در حال افتادن بود، درخواست حضرت خضر علیه السلام که دیوار رو راست بکنه و حضرت موسی گفت ما رو اینها غذا ندادن، ما رو بیرون کردن، شما اومدی برای اینها دیوار راست میکنی. حضرت خضر فرمود که اینجا دیگه رابطه ما شما تمام شد، دیگه همراهی من و شما به پایان رسید. اما گوش کن، قسمت بیشتر این مد نظر من بود، این قسمت آیات، اون چیزهایی رو که من انجام دادم، حکمت‌هایی رو که شما نمیدونستی. بحث ما روی حکمت‌ها بود. اون کشتی مال چند تا فقیر و مسکین بود، پولشون رو گذاشته بودن کنار هم و اینو درست کرده بودن برای خودشون، درست
استفاده میکردن ازش. پادشاهی فرستاده بود نیروهای خودش رو، هر کشتی سالمی رو در ساحل میدیدن میبردن. من اینو شکستم تا اونها کشتی اینها رو نبرن. اون فرزندی که دیدی، این اگر بزرگ میشد خداوند تعالی میدونست پدر و مادر خودش رو مجبور میکرد به کفر و ظلم. این رو حضرت خضر فرمود که الله تعالی خواسته که به جای این فرزند بهتری به اونها بده. و اون دیواری که داشت چپ میشد، مال 2 تا یتیم بود که بابای اونها گنج رو برای اینها پنهان کرده بود زیر این درخت. و اگر این دیوار میافتاد گنج اونها پنهان نمیموند و به دست غیرشون میافتاد. و الله تعالی میخواست که این گنج برای اینها محفوظ بمونه تا وقتی بزرگ بشن ازش استفاده بکنن. بسیاری از حکمت‌ها برای ما مشخص نیست. الله تعالی، همین که ما میدونیم الله تعالی ما رو بیشتر از هر کسی دوست داره، الله تعالی مالک ماست، الله تعالی خالق ماست، الله تعالی ما رو دوست داره و خلق کرده و روزی میده و رزق میده و تنها نمیگذاره. همین کافیه که به خواسته اون، به تقدیر اون، به آزمایشات اون تن بدیم. وقتی که یک فرزندی رو میبرن به بیمارستانی، بچه ای رو آمپول میزنن، بابام کمک میکنه، مادرم کمک میکنه، محکم میگیرنش. شاید اون بچه جیغ بکشه، حتی اگر بچه را اهلی باشه، تربیت درستی داشته باشه، فوش هم بده به پزشک. اما پدر و مادر هم کمک میکنن به پزشک در این کار، چون میدونن که به نفعشه. این بچه الان نمیفهمه، این قدرش رو نمیدونه. ولله المثل الاعلی، مثال الله خیلی بالاتر از اینه. اگر برای ما مصیبتی در راه ما قرار میده، یا به خاطر آزمایش ماست، به خاطر اینکه ایمانمون رو ثابت بکنیم، یا به خاطر گناهان ما بخشیده بشه و درجات ما بالا بره، این نیست که همیشه مصیبت خشم خدا باشه و عذاب خداوند متعال. مصیبت ها بسیاری از اونها نعمتایی هستن از جانب الله تعالی تا ما رو بیدار بکنن، تا ما به خودمون بیایم. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. در سوره مبارکه انعام آیه 43 الله میفرماید چرا وقتی که مشکلات به سراغ اونها میاد، مصیبت ها میان، اونها تضرع نمیکنن، اونها بر نمیگردن به سوی الله، دست دراز نمیکنن، دعا نمیکنن، توبه نمیکنن، گریه نمیکنن، اشک نمیریزن. الله تعالی میخواد ما رو نزدیک بکنه به خودش. تنبیه الله تعالی است تا ما برگردیم، به خودمون بیایم. خیلی جاها به بنبست میخوریم، خیلی جاها درها بسته میشه، خیلی جاها فکر میکنیم دیگه هیچ راهی نیست. در بنبست راه آسمان باز است. پس پرواز کردن را بیاموز. صبر بر داده های خداوند متعال، صبر بر مصیبت، صبر بر مقدور، صبر بر اون چیزی که الله تعالی به ما خواسته با حکمتش و با عدلش، از بزرگترین انواع صبر که سر تا پاش عبادت. صبر کلش عبادته و منزله سر برای ایمان ما. با ما باشید و ما را همراهی بفرمایید در قسمت بعدی با فواید صبر و صفات صابرین. چه کسانی صبورند و چه ویژگی هایی باید داشته باشه انسان صبور، تا انشالله اگر عمری باقی بود و ملاقات میسر بود در این باره هم با هم گفتگویی داشته باشیم و درد دلیم. از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما بودید نهایت سپاسگزاری رو دارم. امیدوارم که الله تعالی توفیق صبر خالصانه به ما نصیب بفرماید. همه شما عزیزان رو به الله تعالی میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.